امیر تتلو حتی به همسر رفیقش هم چشم داشته و به اون پیشنهاد رابطه جنسی داده. بعد مسیج داد اگر میخواید من کمک بکنم باید بیای اول منو ببینی، نمیدونم روح امیر تتلو بره تو از این را سجده کنی و چرت و پرت دیگه داداش، چرت و پرت دیگه. یعنی این بار دنیا جهانبخت برای خودشیرینی پشت تتلو وایساد و گفت سحر قریشی گوه میخوره، من یه مدت پیشش بودم، بهم احترام میذاشت و کلی لذت بردیم. مثل اینکه دنیا جهانبخت دوباره داره به تتلو نخ میده. همراهان حواشی پارسی، ما توی این ویدیو به رابطه جنسی تتلو با همسر رفیقش، ماجرای خونه تتلو که توی اون چه اتفاقهایی داره میفته و حمله ها و حمایت ها پرداختیم. چرا دنیا جهانبخت از تتلو حمایت کرد و چرا امین فردین تغییر جبهه داد و رفت توی تیم سحر قریشی؟ پاسخ این سوالات همه توی این ویدیوه. مثل اینکه این ماجرا قرار نیست تموم بشه. امین فردین بعد از انتشار ویدیویی به سحر قریشی حمله کرد که چرا از تتلو شکایت نکردی؟ چرا توی اون خونه موندی؟ سحر قریشی هم یه سری پاسخ‌ها داد که توی ویدیوی قبل هست، میتونید از بالا سمت چپ بزنید و اون رو ببینید. بعد از اون در کمتر از یک روز امین فردین ویدیوی دیگه‌ای منتشر کرد و از خانم قریشی حمایت کرد و حرفهاشون رو تایید کرد. طبق شواهد و گفته‌های سحر قریشی خونه امیر تتلو از زندان و جهنم هم بدتره. البته تیکه‌ای هم به دنیا جهانبخت انداخت و گفت برای کسایی که بیشتر از 3 روز بمونن و تتلو اونها رو نخواد. خیلی شیک گفت تتلو تو رو پشمش هم حساب نمی‌کنه. سحر گفت تتلو یه سری آدم داره که براش دوست دختر پیدا میکنن و براش از بدنشون عکس میفرستن. اگه پسندید باید موهاشون رو از ته بزنن. 2 چیز هست که بعدش موی شما دیگه مو نیست. یکی دکولور است، 2 اتومو. اتومو خیلی چیز ساده ایه، میبینید هر روز استفاده میکنید، ولی به قرآن میله آهنی رو بزنای اون حرارت دود میشه. بعد مو به این نازکی رو میذارید لاش، بله صاف میشه ولی مادرش شایده میشه. جلو دماغتون نبینید، چند سال دیگه میبینید مو اصلا ندارید. و قبل از زدن تتو مواد مصرف کنن. اونها رو تحقیر میکنه و مجبورن کارهایی که دوست ندارن رو انجام بدن. بعد هم میگه افتخار این رو بهتون میدم که عکس من رو روی بدنتون تتو بزنید. شاید شما هم تا قبل از این ویدیو فکر میکردین توی خونش پارتی و عشق و حاله، اما باید بگم اونجا زنونه مردونه جداست و اصلا خبری از رابطه جنسی نیست. سحر قریشی گفت من بعد از اینکه موندنی شدم مدارک، کارت بانکی و موبایلم رو سوزوندم. زندانی شده بودم و از جایی خبر نداشتم. با 6 تا دختر میرفت تو اتاق، 2 تاشون رو با لگد میفرستاد بیرون. به من میگفت اینا رو بگو برن گم شن. مثلا میبره تو اتاق زندانی میکنه، یهو 4 روز آب غذا نمیده، بعد میاد کتک میزنه، چه میدونم با کمربندی یه چیزی سیمی با یه چیزی میاد میزنه. اصلا خیلی بده، اصلا آدم ضعف میکنه دربارش حرف میزنه. چیزایی که به چشم میگم دیگه، مواد بهشون میده، قرص ترامادول میده بهشون که اینا نشه بشن، هیچ نفهمن. هر کی میاره بهش تجاوز میکنه، از نوازنده بگیر آقا توتال چیه گل همه اینا رو با هم میزنه. اون می اومد ما رو میزد و میگفت من دستور دارم، میگفت باید جلوی من سجده کنید، من خدام، و بدن بچه ها رو با سیگار میسوزوند. بعد از حمایت امین فردین سحر قریشی عکسی منتشر کرد و نوشت فکرشم نمی کردم یه روزی به امین فردین بگم دمت گرم، بچه مشتی هستی، ممنونم ازت بابت اینکه از دخترای سرزمین دفاع کردی و حقیقت رو تا فهمیدی اعلام کردی. به نظرتون حق با کیه، تتلو یا سحر قریشی؟ هنوزم یه سری آدم هستن که پول میدن میرن کنسرت این. تتلو باز هم به مردم و هواداراش فوش داد که عکسشو براتون میذارم خودتون بخونید. حالا شما بودین کنسرتش میرفتین؟ بر اساس گفته های سحر قریشی از بدنشون فیلم و عکس میگرفتن و اونها رو تهدید میکردن که اگه فرار کنین اینها رو پخش میکنیم. تتلو فقط با دخترهای ایرانی این کارو میکرد و جرئت نداشت این رفتار رو با خارجی ها داشته باشه. توی این اوضاع هم دنیا جهانبخت دلش برای تتلو تنگ شده و برای خود شیرینی گفت حرفای سحر قریشی راجب تتلو دروغه، اون میخواد یوتیوبش رو بیاره بالا
وگرنه این حرفا رو توی اینستا هم میتونست بزنه. یوتیوب فقط واسه ما یه تریبون ارتباط با طرفداران و با مردمه. نه خدا رو شکر نیاز مالی دارم بابت این داستانایی که ایشون این خانم فرمودن، نه با روسری خفه کردن خودمو معروف کردم که بخوام دنبال این چیزا باشم. در مورد خفگی اگر که بخوام جواب بدم، خب آدم خودش رو خفه کنه خیلی بهتر از اینه که یه چرخ فلک تو صورتش باشه. یعنی نظر شخصی من، حالا دوست نمی‌دونم. یعنی اشاره داری می‌کنی به تتوهایی که روی صورت خانم قریشیه، درسته؟ اما تتلو به اینها راضی نمیشد و به همسر رفیقش هم پیشنهاد رابطه جنسی داد، در شرایطی که اون توی کمپ بود. این ویدیو رو ببینید. اقامت نتونستم بگیرم. اقامت من تموم شد، بعد از چند مدتی تموم شد. حالا اقامت من تموم شد، دیر اقدام کردم واسه اقامت جدیدم. توی پمپ بنزین ما رو گرفتن. یعنی حالا خلاصه دارم میگم چی شد اینا، ولی کلا این اتفاقات دیر اقامت گرفتن همش زیر سر این توتول حرومزاده است. پولمو نداد، من پول نداشتم اقامت تمدید کنم. خلاصه دو داستان اینجوری. ما توی پمپ بنزین بودیم، دقیقاً آلبوم رضا پیشرو اومد. ما یه لایو با رضا پیشرو گذاشتیم، نمیدونم اون لایو رو دیدی یا نه، خیلی میمای معروفی آره دیدم. اون لایو رو گذاشتیم با رضا پیشرو. من از رضا پیشرو خداحافظی کردم، رفتیم خونه خودم که یه شهر دیگه بود، یه ساعت با رضا فاصله داشتم و تو جاده رفتیم. ساعت 7-8 صبح ما رو به طرز وحشیانه دستگیر کردن. ما رو بردن کلانتری و من اون موقع خب یه سری کارا میکردم دیگه، این جنبش زن زندگی آزادی بالاخره ما هم احساساتی شدیم و باشی دادیم و یه مقدار استرس اینو گرفتم که دارن میفرستن منو ایران راستیتش. این قضیه رسانه‌ای شد، کار کشید به امضا جمع کردن، چون دولت ترکیه وقتی بگیرتت میفرستتت کشور خودت بدون اینکه خودت بفهمی، یهو میبینی تو ایران. 2 روز من تو کلانتری بودم. خب بعد این 2 روز تو کلانتری من گوشی داشتم، خانم من میومد اونجا بود همش، این که امضا داشت پخش میشد و اینا. این توتول میاد چیکار میکنه؟ از طرف ادمینی که داره یه خانم دیگه است شماره پریا رو میگیره، ویدیو کال میکنه باش. دم کلانتری بوده، گفته من تتلم، این شمارمه، منو خواستم ویدیو کال کنم که منو ببینیم، بهت مسیج میدم. که مسیج داده بود نمیدونم کلی فوش به اون دختر ادمین داده بود، من از این بدم میاد و نمیدونم فلان و اینا، اصلا چی میرم. بعد مسیج داد اگر میخواید من کمک بکنم باید بیای اول منو ببینی، نمیدونم روح امین تتلو بره تو از این رو سجده کنی و چرت و پرت دیگه داداش، چرت و پرت دیگه. یعنی الان که دارم میگم خیلی سخت حاجی، اون لحظه من دستم به دست اون تو بودم، یعنی گفتم خدایا میشه من این شب آزاد بشم برم اینو میرم تو خونش یعنی در این حد. آقا هی مسیج از ساعت 8 صبح به جون عزیزترین کسم 8 صبح تا 6 صبح داشت مسیج میداد، اسکرین شاتاش هی برای من میفرستید. این چهارم گفتم اصلا بلاکش نکن، جواب نده، فقط بذار بهت مسیج بده. این مسیجاشو من دونه دونه دارم، فقط یه تیکش رو تا حالا منتشر کردم. همه میگن نه رفتی چت ساختی. من برم چت بسازم برای ناموس خودم. آره اینقدر بی‌ناموسم که بیام مثلا ناموسم بخوام استفاده کنم مثلا ویو بگیرم، چه کاری آخه. برگشته بود چی گفته بود؟ ببین این حرومزاده اومد زرنگ بازی در بیاره ولی ما مسیجاشو پاک نکردیم. چی گفته بود؟ من برگشته بود نوشته بود تو چت اگر نیای پیش من یعنی موریو گردن نمیگیری، یعنی دوستش نداری اگر نیای پیش من. یه جوری اینجوری داشت باهاش صحبت میکرد که اگر نیای اینجوری. آقا خلاصه جوابش رو نداد، گفتم سیکشو بزن تا اینجا بس بلاکش کن، من بیام بیرون کار دارم باید. آقا یهو پلیس اومد ما رو کجا بود؟ کمپ، یه کمپی اسمش توزلاه. ما رفتیم اونجا و 10 روز من از بیرون خبر نداشتم، 10 روزم کسی از من خبر نداشت، یعنی تلفن هیچ نبود. بعد رفتیم یه کمپ دیگه و تازه دسترسی به تلفن پیدا کردم و چه خبر و وکیل بیاد و برو. این وسط هم کلی آدم اومدن اذیت کردن، اینا اومدن اذیت کردن که بعداً خدا رو شکر کارما همینا رو گرفت. همین بلایی که سر من اومد سر خودشون اومد. بالاخره پول میخورید این کارا رو میکنید همین بلا سرتون میاد. شاید من یه کار بد کرده بودم کارماشو پس دادم ولی دیگه نکنید، چون همون بلا سرتون. روزی که من آزاد شدم سر همین آدم بلا اومد، باعث شد 3 هفته من تو بمونم. من که آزاد شدم همون روز ایشونو گرفتن، 1 ماه تو بود و بدترین بلا هم سرش اومد. نمیتونم بگم خدا رو شکر، نمیتونم ناراحت باشم، کارما دیگه کارماست دیگه، کارش نمیشه کرد. آقا خلاصه ما صحبت و اینا نگو. این توتول کامیونیتی گذاشته واسه خانوم من که کلی فوش خار مادر داده که آقا این ما خواستیم کمک بکنیم، خب دوست دخترش گفته من گردنش نمیگیرم.
ببین چقدر حرومزاده است دیگه این یعنی این بشر اصلا من این اول یه حرومزاده بوده بعد دست و پا در آورده. مامانش هم یه عملی اصلا برو پستاشو ببین سلطان ننش کرده تو این فاز سلطان ناصرالدین شاه برداشت. میگم این فیلم‌ها ناصرالدین شاه رو زیاد دیدن دوتایی. نمیدونم چی بگم اصلا یا موجود بی‌رحم بیشور بی‌ناموس بی همه چیز رو تو چجوری داری من نمیدونم که بیاد به ناموس آدم چش داشته باشه، به ناموس به قول خودش رفیقش میگه ماری رفیق خوبیه فلان. اونم چی رفیقی که تو زندانه این کارو میکنی. آره بعد من آزاد که شدم خب نمیدونستم کامیونیتی گذاشته. من 1 ماه گوشی نداشتم که این خانم گفتم چرا به من نگفتی؟ گفت حالت بد میشد. اومدم دیدم چه درایی نوشته حاجی دوست دخترش گردن نگرفته و بعد همه اومده بودن به خانم من فحش داده بودن. فکر کن یه دختر صبح تا شب دنبال کارهای من بود که اگر نبود من اینجا نشسته بودم. من الان تو اوین بودم. چی داری میگی؟ اگر نبود دمش گرم خدا اگر نبود من الان اینجا نشسته بودم. هر چی فحش تو زندگیم بلد بودم توی واتساپ براش تایپ کردم. زنگ جواب نمیداد. وایس گرفتم همه رو گوش کرد بلاکم کرد. گفتم تو یه آدم بی و بی وجودی که فقط میای تو مجازی مینویسی، هیچ گویی نیستی، هیچ چی نیستی، به خدا هیچ چی. یعنی نه دیگه صدا داری نه موزیکات خوبه، یکی اگه بهتر ببوس خداحافظی کن برو تو. حالا قضاوت با شما، نظرتون رو زیر همین ویدیو بنویسید. این ماجرا سر دراز داره که خبرهای جدید رو توی ویدیوهای بعدی براتون میذارم. سابسکرایب فراموش نشه تا گممون نکنید.